الحمد لله و شکر لله و ثناء لله و صلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقین. صدق الله مولانا العظیم. به نام پروردگار جان آفرین، عرض سلام و ادب خدمت بیننده ها و شنونده های نهایت عزیز و ارزشمند. خرسند هستم که شما خوبان را با خود دارم و سپاسگزار هستم که بیننده و شنونده برنامه ما هستین. دوستان عزیز و گرامی، عنوان بحث ما در ارتباط شخصیت والای یکی از ائمه چهارگانه اسلام، عبدالله محمد ابن ادریس ابی العباس، که در عبد مناف با پیغمبر که یکی از جد امجد پیغمبر است یک جا میشه. یکی از ائمه چهارگانه به نام امام شافعی مشهور است که فعلا در دوآبه مصر زیارت دارد، در شهر قاهره و به خاک دفن است. به هر صورت دوست عزیز، فصل دوم اسلام و فطرت، الگوهای هدایت که یکی از الگوهای بشر، این امام مسلمین است و ما خواستیم هر عالمی را به عنوان یک الگو معرفی کنیم، یکی از ائمه ها را معرفی کنیم تا یک حرکت از اونا، یک گفتار از اونا بر شخصیت ما تاثیرگذار شود و ما بتانیم دنبال روشان باشیم و بتانیم از اونا پیروی کنیم، شخصیت خود بسازیم و نزد الله سرفراز و سربلند حشر شویم. چرا داشتن الگو یکی از نیازهای فطری ماست و محال است که انسان الگو نداشته باشه و رشد کنه و خدا نخواسته اگر الگوی خوب انتخاب نکنه قطعا الگوی خراب را انتخاب میکنه. و ما همگی میپذیریم مثلا یک میوه وقتی خراب شود در کنارش ما میوه خوب نمیگذاریم. یک میوه وقتی خراب شود در کنارش یک سیب خراب شود، سیب دیگر پلویش نمیمانیم. میگم چرا؟ میگه این سیب خراب سیب خوبم خراب میکنه. پس چرا اولاد، دختر ما، پسر ما، خود ما مثل سیب هستیم نزد الله؟ چرا آمدیم در کنار انسان فاسد چشتیم؟ چرا آمدیم شخصیت های فاسد را، انسان های بی شخصیتی را برای خود دوست گرفتیم، هم نشین گرفتیم، با او دوستی کردیم، با او معامله کردیم، با او همسایه شدیم؟ وقتی زغال میخوایم تازهش کنیم پیش زغال داغ میمانیم، پیش قوق میمانیم، زغال پیش قوق میمانیم تا تازه شود. اگر میخوایم شخصیت ما تازه شود، افتخار جامعه خود، خانواده خود و آینده خود باشیم، پس بریم پیش قوق، کسی که ما را تازه کنه. او انسان‌هایی است که تاریخ بسیار زیبایی را، ممتازی را برای خود رقم زده است. پس اونها این شخصیت ها بودن. پیغمبر علیه السلام به عنوان ممتازترین شخصیت در جامعه بشر بود. او را آمدیم معرفی کردیم، دنبال روش شویم. بعد از او ائمه چهارگانه، بعد از او خلفای راشدین و بعد از او ائمه حدیث را معرفی میکنیم تا بتانیم دوستای عزیز خود خوب بسازیم، خوب جامعه خود شویم، خوب خانواده خود شویم. ما به شکل تصادفی خوب نمیشیم تا انتخاب نکنیم خوبان را و در کنارشان نباشیم. بر صورت دوست عزیز، این نیاز فطری ماست و این فرمان دین ماست، این قرآن دستورش است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. آیه‌ای که ما هر صحبت خود با این آیه مبارک آغاز کردیم. ای انسان ها از خدا بترسین، ای اهل ایمان، و با انسان های نیک باشین. الله ما را دستور میده. اینجا تقوا منظورش نماز نیست. از خدا بترسین که انسان خوب بگیرین. از دیدگاه مفهوم مخالف اگر از خدا نمیترسین انسان خراب میگیرین، پس هیچ چیگاه شما نمیتونین کامیاب شوین و پیروز شوین. این راز است دوست عزیز. تا آخر عمر نماز در جای خودش تاثیر داره، روزه در جای خودش، زکات در جای خودش، لکن یگانه چیزی که همه خوبی ها را از ما میگیره هم نشینی بد است. یگانه خوبی که همه چیزها خوبی ها را به ما میده هم نشینی خوب است. ما در بحث فصل اول ما بحث علائم ایمان، 15 علائم ایمان را صحبت کردیم. خب اگر کس میخواد این 15 علائم ایمان را ایجاد بکنه، اولین رمز پیروزیش چی بود؟ هم نشین خوب انتخاب کنه، در مجالس علمی بره، در حلقات درسی بره، با انسانهای نیک بشینه. پس به این توکل به خدا. وقتی ما از روی این موضوع قدر تاکید میکنم، ترکیز میکنم، این تاکید من نیست، تاکید خدا و رسولش است. این مبحثی است که قرآن و سنت از این پر است.
پس ما باید سر از بارها صحبت کنیم و جدی صحبت بکنیم تا جامعه ما از این هلاکت و فلاکت که متاسفانه نشین خوب نداره. محیط ما ایمانسوز است، اجتماع ما ایمانسوز است، حلقات و جلسات ما ایمانسوز است، این گردهمایی هایی که صورت میگیره اینا همه ایمانسوز است. پس بین جامعه ایمانساز بسازیم، محیط ایمانساز بسازیم، خانواده ایمانساز بسازیم، اجتماع و حلقات ایمانساز بسازیم که مانا حلقات تعلیمی، تربیتی، تزکیوی، اخلاقی، دینی، اینا را بسازیم تا برای خود و آینده خود یک آینده خوبی را رقم بزنیم. بر صورت سخن از امام شافعی، یکی از کبار ائمه فقه است. بعد از امام ابو حنیفه اینا به معرفی گرفتیم. امام شافعی در سنه 150 به دنیا آمد و یکی از ممتازترین و با استعدادترین شاگردای حلقه درسی خود بود. علم حدیث و علم تفسیر، علم قرآن را در کوچکی فرا گرفت. بالاخره به علم لغت رفت. بعد از او در 15 سالگی مسلم که یکی از ائمه حرم مکی بود فتوا میته یا اجازه میته که برش میگه افتی یا ابا عبدالله، فتوا بده، یعنی در مسند فتوا بشین ای ابا عبدالله، تو بعد از این مفتی هستی در 15 سالگی. و این بالاترین دلیل است که اطفال ما، جوانای ما، نوجوانای ما استعداد بالایی دارند. اگر این استعداد استفاده شود، از این استعداد چی شود؟ بهره‌گیری خوب شود. پس ما نباید اطفال خود را دست کم بگیریم، اینا را بگیم تو خرد هستی، اینا را بگیم تو کوچک هستی، اینا را بگیم تو خونگرم هستی، اینا را بگیم تو بچه هستی، کارهای بچگی میکنی. نه، باید هر کار از اینا را تقدیر کنیم و اینا را چی کنیم؟ تشویقشان کنیم تا اینا رشد کنن. شخصیت مرحله که برای انسان شخصیت تشکیل میشه اینمی مرحله است دوست عزیز. بر صورت در سن 15 سالگی در مسند فتوا میشینه و یکی از آفات علم است که ما اطفال خود دست کم بگیریم و بگوییم که ولا تو خرد هستی. میخوایم باز هم اشارات داشته باشیم چرا امی سوی تفاهم به وجود آمده. چرا دوست عزیز که اطفال تا 18 سالگی ما براءت میتیم، هر اشتباهی میکنه میگیم خیر بچه از خرد است. این اشتباه دوست عزیز در رأس اشتباه دانشمندای ماست، بزرگای ماست. مثلا اکثر منابع علمی ما از زبانهای انگلیسی و فرانسوی و چترکایی به زبانهای ملی و محلی ترجمه میشه. این مترجمین کتابهای او دانشمندان غربی و کفری وقت ترجمه میکنن. خب در غرب آزادی مطلق است تا 18 سالگی. هر جنایتی که طفل میکنه، جوان میکنه تا 18 سالگی معاف است. اصلا کس حق مداخله در آزادی از او نداره. اگر پدر بوی کجا بودی عاجل در محکمه میکشانه. پدر میگه ببین این پدر و مادر در آزادی به مداخله کرده. خب اونو دانشمند یک کتاب نوشته میکنه. او خودش که تا 18 سالگی در آزادی مطلق زندگی کرده، وقتی کتاب نوشته کنه آیا این سن 18 سالگی خود تعریف میکنه یا تمجید میکنه یا تقبیح میکنه؟ طبیعی است که کتابی از اونها، کتابای روانشناسی، کتابای اجتماعی، وقتی اینا به زبانها ترجمه میشن مترجمین اشتباه میکنن. ترجمه را اشتباه میکنن و یا هم اینجا غیر منصفانه پیش میرن. اینجاست که بعد میگن که اطفال سه دهی سن خونگرم است که میچیم چطور است چیکار است. ولی وقت تاریخی غنی اسلام وقتی مطالعه میکنیم از زمان صحابه شروع تا زمان عصر نبی تا تابعین تا تبع تابعین تا اجلای کبار صحابه میبینیم که اینا اطفال خرد بودن. امام شافعی در سالگی حافظ میشه، در 9 سالگی حافظ حدیث میشه، در 15 سالگی مفتی اعظم حرمین شریفین میشه. در کجا مفتی میشه؟ در جایی که وحی الهی میه. در کجا مفتی میشه؟ در جایی که صحابه دفن است، در جایی که پیغمبر مشرف چیز شد، بعثت شد. در اوت محل مفتی اعظم اسلام میشه. پس این خود بیانگری عزیز که ما استعداد جوانای خود دست کم نگیریم و از این عمر پربارشان استفاده بسیار خوب بکنیم. سخن از امام شافعی محمد ابن ادریس ابی العباس که در عبد مناف جدش با پیغمبر یک جا میشه. دوست عزیز، امام شافعی قدی بلند داشت، کم گوشت بود، لاغری بود به اصطلاح ما شما، و ریش و گردنی دراز داشت، یعنی ریشی کثه داشت. کثه ریشی درازی را میگه، مسترسله، ریشی دراز و قدی بلند داشت و کم گوشت بود، گردنی بلند داشت
و ریش خود را خینه میگذاشت. صدای بسیار زیبا داشت، صدای بسیار رسا و درشت داشت و زیاد فصیح بود. وقتی سخن میگفت فکر میکردی که امام شافعی قسمی سخن میگه که اسلام به زبان این نازل شده است، در حالی که عین سخن امام شافعی از استاد خود نقل میکنه. یکی از استادای امام شافعی امام محمد بن حسن شاگرد امام ابو حنیفه صاحب است. میگه کان محمد، امام شافعی صاحب میگه کان محمد، استاد خود تعریف میکنه، میگه محمد ابن حسن میگه عالما فقیها یملأ القلب والعین، عالم و فقیه بود که قلب و چشم را روشن میساخت. اذا تحدث، وقتی سخن میگفت، کأن القرآن ينزل على لغته، فکر میکنه قرآن به زبانی نازل شده. و عین شکل خودش فصیح بود و زیاد صدای زیبا داشت، خیلی با ادب بود. علما میگن ما میخواستیم که گریه کنیم، اشکای ما بریزه، قلب ما نرم شوه، در حلقه امام شافعی میرفتیم. امام شافعی وقتی قرآن میخواند، وقتی سخن میگفت، اشک مردم استاد نمیشد، گریه میکرد. با صدای بسیار زیبا تلاوت میکرد، لکن فقیر بود. مالک و امام ابو حنیفه را معرفی کردیم، ثری بودن، سرمایه‌دار بودن، اما امام شافعی رحمه الله فقیر بود. لباس زیبا می پوشید، یعنی به این معنی است که فقر سبب شود که انسان چرکین و منتین و بدبو بگرده. لباس خود را مرتب می داشت، همیشه زیبا لباس می پوشید. پس باید انسان بدانه که ثروتمند بودن، پول داشتن، این سبب شخصیت انسان نمیشه. آنچه که شخصیت انسان را تشکیل میده او ادبش است، او اخلاقش است، او علمش است، او دانشش است، او استعدادش است. پس به لباس انسان نمیتونه، بس سر و کله انسان نمیتونه که او چی شوه و انسان ممتاز شوه. مثلا یک کس بسیار زیاد بد اخلاق است، ببینید لباس بسیار موزون پوشیده، پس باید انسان مطابق اخلاقش لباس بپوشه. و یک کس مثلا بسیار یک شخصیت بالاست، یک لباس بسیار ضعیف را پوشیده، یک لباس بسیار بدنام پوشیده، نه خیر. باید انسان مطابق شخصیت خود لباس بپوشه و زندگی بکنه و لباس واقعا تاثیر داره بر بالای شخصیت انسان. امام یک همسر داشت به نام هنده بنت نافع. جد بزرگوار همسرش حضرت عثمان بود، یعنی از طرف خانمش که هنده بنت نافع است به خلیفه سوم اسلام که حضرت عثمان ذوالنورین است وصل میشه، و از طرف خودش به پیغمبر صاحب علیه السلام وصل میشه. دو پسر و یک دختر داشت. پسرش محمد ابو عثمان و محمد ابو الحسن و دخترش به نام زینب بود. وقتی از مکه مکرمه برآمد، بعد از اینکه در مسند فتوا میشینه، بالاخره بر عالم یا بر نواحی عالم سفر میکنه و علم را فرا میگیره. علم مکه را میگیره، به مدینه میره. به مدینه شاگرد امام مالک صاحب میشه. در حلقه درسی و مالک وقتی که میشینه، هر سوالی که از معطا میکنه این دست خود بلند میکنه. کسایی که شاگردش از سالها در حلقه درس علم فرا گرفته یاد ندارن معطا را درست، ولی این دست خود بلند میکنه. میگه تو از کجا گرفتی؟ میگه از مکه تا مدینه وقتی آمدم معطا را مکمل حفظ کردم، از بر کردم. از مکه مکمل علم جمع میکنه، بالاخره به مدینه میره. به مدینه علم مدینه را میگیره. وقتی از تمام علمای مکه و مدینه علم را میگیره، بالاخره به کجا میره؟ به یمن میره. از یمن، از علمای یمن علم فرا میگیره. بعد از او به سوی عراق میره. به سوی عراق از علمای اهل رأی که امام محمد بن حسن شیبانی است، از او علم را فرا میگیره که وقتی تعریف میکنه که پیشتر مقوله امام مالک امام شافعی را خواندم، میگه به حد استاد بزرگوارم امام محمد عالم بود که چشم و قلب روشن میسه. وقتی سخن میگفت فکر میکردی که قرآن به زبان از او نازل شده است. پس دوباره بعد از اینکه اکناف عالم طی میکنه، بالاخره دوباره به حرم مکه میره و به مسجد الحرام حلقه درسی را جور میکنه که فعلا هم یک محلی به نام مصلی امام شافعی در اونجا وجود داره و یک مصلی به نام امام ابو حنیفه و یک به نام امام شافعی. بالاخره دوستای عزیز، درسی را که از خلال سفرهای امام شافعی انسان میگیره. خب امام شافعی سفرش سیاحتی نبود. وقتی به یمن میره، وقتی به مصر میره،
به عراق میره، به مدینه میره و بالاخره به جایی که پای پیاده سفر میکنه به غرض علم است و بالاخره حلقه درسی بزرگی را میسازه. از این ما میتونیم بگیریم دوستای عزیز، یکی از مهمترین درسایی را که میتونیم بگیریم، انسان به دو چیز بزرگ میشه. به دو چیز در دنیا نامش باقی میمانه، تاریخ خود حفظ میکنه، هم خود هم تاریخ خود. یکی علم است، یکی تدریس است. یکی تدریس است، یکی تعلیف است. این دو چیز را هر مسلمان باید انجام بده. چیزی را که یاد گرفتین دوستای عزیز از بحثی ما، مثلا چیز را فرا گرفتین یا از یک عالم دیگر عاجل برین، این را به یکی دیگر برسانین، این سبب میشه که شخصیت شما در جامعه حفظ شود. تعلیف و تدریس، یا معلم باش یا مدرس باش، یا معلم باش تعلیم بده. حضرت علی صاحب میگه من تعلمنی حرفا فهو مولای، یک حرف از ما به کس رساندی مولای ما میشی. مولا، مثلا یک حرف تو به ما یاد دادی مولای ما هستی، یا تو میتونی از گوشم بگیری به بازار بفروشی مرا، سردار ما هستی، تو مالک ما میشی. به این انداز جایگاه داره اهل علم، کسایی که علم به دیگران میرسانه و می آموزانه، خودشان میسوزن تا دیگران را بسازن. پس دوستای عزیز این کار سخت و دشوار نیست. به این معنی است که ما یک حلقه درسی بسیار کلان بسازیم و بالاخره علم بسیار وسیع فرا بگیریم، بعد از او بریم تدریس آغاز بکنیم. نه خیر، بلغوا عنی ولو آیه، برسانین از جانب ما. پیغمبر صاحب میگه اگر چندی که یک آیه باشه، یک سخن از استاد یاد گرفتی، از منبر یاد گرفتی، از محراب یاد گرفتی، از زبان خرد یاد گرفتی، از زبان کلان یاد گرفتی، برو ایره برسان. تو مدرس هستی، تو نزد الله جایگاه داری، تاریخ خود حفظ کردی. یا هم تالیف بکن، کتابی را بنویس در رابطه به علم فقه، به علم تفسیر، علم حدیث، یک اثر علمی از خود به جا بگذار. یک اثر تانیسی، دو اثر تانیسی، 10 اثر تانیسی، زیاد یا کم، این کارا بکن. چرا این کار وقتی کردی تو مجبور هستی به منابع علمی رجوع بکنی. وقتی که انسان به منابع علمی میره، پس طبیعی است که بسیار کتابا را میبینه و خود به خود استعدادش بالا میره و علمیتش زیاد میشه. دوست عزیز، سخن از محمد بن ادریس ابی العباس شافعی رحمه الله است، ائمه سیوم اسلام. صحبت اینجا بود که امام شافعی بعد از اینکه به علمای عراق و مکه و مدینه، یمن و مصر و امثال از اینا تماس میگیره و بالاخره شاگردی اختیار میکنه، دوباره به مکه حلقه درسی بزرگی را تشکیل میده در حرم مکه مکرمه. و این بزرگترین دلیل است برای کسایی که میخوان شخصیت بسیار بالا داشته باشن، استعدادشان بالا بره، بزرگ شوند در جامعه. دو راه دارن، یا تالیف یا تدریس. یا معلم باشی یا مؤلف باشی، یا تدریس کنی یا تالیف کنی. چرا وقتی یک انسان میخواد تدریس کنه حتما نیاز پیدا میکنه، کتاب لغت ببینه، کتاب تفسیر ببینه، فقه ببینه، این کتاب ببینه، او کتاب ببینه. و همچنین وقتی که یک انسان میخواد تالیف کنه، یک مقاله نوشته کنه، یک مقاله‌ای که در حد 2-3 ورق است، در حد 2-3 ورق، مجبور است به 50 کتاب رجوع بکنه، 50 منابع علمی را باید ببینه. وقتی در نوشتن مقاله به 50 منابع به 20-30 منابع نیاز است، خصوصا وقتی که انسان کتابی را، رساله را می نویسه، حتما به 200-300 منابع نیاز پیدا میکنه. پس وقتی به منابع رجوع میکنه، بالاخره از این کتاب متاثر میشه، از اون کتاب متاثر میشه، استفاده میکنه و بالاخره علمیتش بالا میره، جایگاهش بالا میره. پس محصلین عزیز، متعلمین، استادا، دانشمندا، ما به این باور هستم که همه ما عقیده داریم، باور داریم که با تالیف و تدریس ما چی میشیم؟ بزرگ میشیم. اما باز هم بیشترش بسازیم، تالیف بکنیم، تدریس بکنیم. یگانه چیزی که با انفاق زیاد میشه علم است. هر چیز مصرف کو کم میشه، پول مصرف کو کم میشه. العلم تزید بالنفقه والمال تنقص بالنفقه. علم با نفقه زیاد میشه، وقتی به او رساندی زیاد میشه. اذا تکرره. هر روز بحثی را گرفتی، برو به 10 نفر برسان، 10 بار تکرار میشه، دیگه هیچگاه یادت نمیره و 10 نفر دیگه دعایش پشت تو میباشه. پس بین از این خیری کثیر استفاده کنین. هر چی را آموختین با دیگران، پلان استاد چنین بحث کرد، با شما شریک کنیم. بحثی بود که نیاز است که ما در جامعه خود تطبیق کنیم.
بحثی بود که نیاز است ما سرش عمل کنیم، بحثی بود که با خانواده خود شریک بکنیم، اولاد خود بیاموزانیم. با 10 نفر اگر دوستای دیگر نداریم با خانواده خود میتونیم شریک کنیم. بر صورت علم با انفاق زیاد میشه، غیر از علم هر چی را مصرف کو کم میشه. امام شافعی حلقه درسی را در مسجد الحرام آغاز میکنه و یکی از شاگردای بزرگ امام شافعی امام احمد ابن حنبل است. احمد ابن حنبل ائمه چهارم است که در بعد از امام شافعی خدمتتان به معرفی میگیرم. او یکی از شاگردای امام شافعی رحمه الله است. امام شافعی کتاب مشهوری داره به نام الرساله. وقتی در مکه است، در مکه مکرمه، امام زعفرانی صاحب میگه اصحاب حدیث خواب بودن. اصحاب حدیث خواب بود. اصحاب منظور علمای حدیث، اینا خواب بودن. امام شافعی اینا را بیدار ساخت. داوود ظاهری میگه شافعی چراغ امت است، چراغ است بر آثار علم نبوی، یعنی علم حدیث امام شافعی درخشان کرد و چی کرد؟ روشن ساخت در نقل حدیث، در اخبار علم حدیث. امام شافعی وقتی از بغداد بیرون میشه میگه فقیه‌تر و زاهدتر و داناتر از امام احمد ابن حنبل ندیدم. یکی از شاگردای خود تعریف میکنه که امام احمد است، میگه وقتی از بغداد برآمدم عالمترین انسان امام احمد صاحب بود که از او بالاتر دیگه ندیدم. بالاخره امام شافعی به مرضی به نام بواسیر مبتلا میشه و بالاخره با این مرض دار فانی رو ودا میگه. تا وقتی که وفات میکنه تدریسش و تعلیفش تعطیل نبود. چند ماهی که مریض است، چند ماهی که بیمار است، در بستر بیماری است، ولی مصروف چی است؟ نوشتن کتاب، مصروف تدریس، شاگردایش میاد درس میده. ما وقتی که زکام بگیریم سیب همه چیز خو رخصت میگیم، نماز متاسفانه تو رخصت می، والا چرا نماز نخوانی؟ مریض بودم میگه. نماز اصلا رخصتی نداره، ولی این بزرگترین دلیل است که ما از وقت خود استفاده بکنیم، طوری که امام تا آخرین رمق حیات درس و تعلیم رخصت نمیکنه. در شب جمعه در اواخر ماه رجب در سنه 204 هجری قمری در مصر وفات میکنه. انا لله و انا الیه راجعون. در دعاوی مصر دفن میشه. خب در 50 وقتی که در 150 به دنیا بیاد، در 204 وفات کنه، میمونه که 54 سال عمر داشت. خب در یکی از روایات که در اوایل بحث با شما شریک کردم میگه در 33 سالگی، در 34 سالگی وفات میکنه. خب بر صورت هر دو روایت به شکل مختلف نقل شده. اگر در 54 هم باشه درست است، در 33 البته بعضی علما دوران علمیش البته نقل میکنه که در 34 سالگی یعنی مدت علمی امام شافعی بود که به 34 سال در مجال علم و تعلیم سپری کرد. خب از قبرش بوی خوش میبرامد تا مدت زیادی را. وقتی وفات میکنه مردم زیاد غمگین میشن، از جمله ربیع ابن حراش. ربیع ابن حراش یکی از اجلای علمای حدیث است، از اصحاب جرح و تعدیل است. او میگه در خواب میگه دیدم درباره امام شافعی، امام شافعی را در خواب میبینم. میگه پرسید که یا ابا عبدالله که کنی امام شافعی بود که الله با تو چی معامله کرد؟ امام شافعی میگه فرمود جعلنی علی کرسی من ذهب، الله مرا بر تخت طلا نشاند. ربعی سخن دروغ نمیگه، یکی از کبار علمای حدیث است، از اصحاب جرح و تعدیل است. جرح و تعدیل به این معنی که علم حدیث تایید میکنه یک عالمه یا جرحش میکنه، یک حدیث میگه صحیح، یک حدیث میگه غلط است. این استعداد داره. این میگه در خواب دیدم امام شافعی را، پرسیدم که الله با تو چی معامله کرد؟ میگه برام گفت که مرا الله بر تخت طلا نشاند. انتخاب خوب کرد، نه؟ مسیر خوب انتخاب کرد، زحمت کشید. پس وقتی انسان علم میاموزه، با قرآن زندگی میکنه، با پیغمبر زندگی میکنه، با فقه زندگی میکنه، با اهل علم زندگی میکنه، الله قبرش منور میسازه، فیض و برکاتش را بر عالم باقیات و صالحات میسازه و خداوند او را بر تخت طلا می نشانه. پس کسی که با فجار بشینه، با اهل فسق بشینه، با اهل عصیان بشینه، پس طبیعی است که الله نامش گل میسازه، روزی سوم دیگه کس ورقش بلند نمیکنه.
تاریخش خراب میسازه، در روز قیامت الله بر تخت آتشی میشانش. پس این یک اصل است دوستای عزیز که الله متعال همین ما را صلحا و علما بسازه، علمای عامل به کتاب و سنت بگردانه. پس این بود دوستای عزیز سومین امام مسلمین، امام محمد ابن ادریس شافعی، یکی از علمای فقه، یکی از علمای حدیث، خدمتتان به معرفی گرفتیم. خلاصه زندگی نامه امام چند نکته ای که ما گرفتیم. سن خردی سن سرنوشت ساز است، پس نباید اولاد و اطفال خود در این سن دست کم بگیریم و وقتشان ضایع بسازیم. درس دوم دوستای عزیز، امام شافعی که بزرگ شد با اهل علم بزرگ شد، با اهل فقه بزرگ شد، با تدریس و تعلیف بزرگ شد. پس اگر میخوایم بزرگ شویم همیشه خود را در این مجالس علمی برسانیم و آنچه می آموزیم به دیگرها هم انتقال بدیم. و سوم دوستای عزیز، کسی که با قرآن باشه، کسی که با حدیث باشه، کسی که با انسانهای نیک بشینه، قطعا الله آینده درخشانی را برایش رقم میزنه که بوی خوش قبرش مردم مصر در دعاوه احساس میکرد و علما در خواب میبینه که میگه من در تختی از طلا هستم که الله مرا مقام و جایگاه داده است. بحث ما در ارتباط امام شافعی در همینجا به پایان میرسه. انشالله در جلسات آینده در ارتباط امام محمد، امام احمد ابن حنبل، یکی از ائمه چهارگانه، با شما صحبت های می داشته باشیم. از اینکه وقت با ما دیگه یاری نمیکنه، ناگزیر با شما خداحافظی کنم. همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا تا دیدار بعد و برنامه بعد امانت میسپارم. خدا نگهدار.